و من مطمئنم با این دیتا منیجینگ میترکونه. آدم بالاخره یه جا تو قلاب تو تور تو گیر میکنه. بعد کوروش کمپانی کلاهبرداری میکنه، 3 ماه بعد موبایل استقلال باز داره میفروشه. از برندشون و از لوگوشون و برند بوکشون و همه رو تیم ما انجام داده. ما داشتیم برمیگشتیم تهران، بعد یکی از بچه‌هایی که از صفر من بیزینسش آوردم بالا زنگ زد. 1 سالم ازش خبر نداشتیم که آقا شما اومدید به ما چرا سر نمیزدید؟ گفتم داستان چیه؟ گفتش که گیریم، خلاصه یه مشکل بزرگ داره. دیگه منم شبو موندم، گفتم برم ببینم مشکلش چیه. ایشون هم حوزه کاریشون ملکه، ولی یه تفاوتی دارن، بیشتر استارتاپه تا املاکی. فروش خرید و فروش ملک صرفا نیست، یه استارتاپ مشاوره‌ایه، اسمش خیلی یونیکه، خیلی اسمش جذابه، به نام ایرانوورلند. از برندشون و از لوگوشون و برند بوکشون و همه رو تیم ما انجام داده. کار به جایی رسید که حالا رفت جلو، به ترکوند، ولی یه جایی دیگه مثل اینکه گیر کرده و امروز فهمید ما شمالیم، گفت آقا میخوام ببینیم و بریم ببینیم چی میشه. شاید از اون پروژه های چک ضمانتی بشه. اینجا دیگه داریم میریم 5 کیلومتر 4 کیلومتر 5 کیلومتر دیگه میرسه به دریا. بعد اسمش سیاه استخله یا سیاه استلخ، الان میفهمیم کدومه. یه جاده خیلی باحال هم داره، 5 کیلومتر از اینجا میرسه به دریا، 4 کیلومتر که ما دوستان رو دیدیم و داریم میریم سر زمین، همون جایی که از زمیناشون رو ببینیم و بعدم در مورد مشکلاتشون ما هم گپ و گفت کنیم. سلام، خیلی مخلصیم. تو ماشین توضیح دادیم که داستان از چه قراره. یه توضیح هم الان خود حسام به ما میده، ایرانوورلند، که حسام مدیر این استارتاپه. صرفا فقط خرید و فروش زمین نیست. حالا حسام خودش براتون بیشتر توضیح میده، ولی دچار چالش بود که ما اومدیم حلش کنیم. فقط من گفتم بیایم اول یه زمینی که جزو زمینای خیلی طلا و جذابشونه که برای خودشونه کلش و قرار نیست بفروشن، ما ببینیم. چون یک کسی که کار ملک میکنه دوست داره بلافاصله ملکی خریدار رو رد کنه. این ملکه رو اینا نمیخوان بفروشن، یعنی خیلی خوبه. هم یه توضیح در مورد زمین بده، هم در مورد خود استارتاپی. خودت توضیح میدی حسام جان؟ ببینید آقای شهیدی، ما پلتفرممون فقط برای خرید و فروش نیست، یعنی ما ارزش افزوده ایجاد میکنیم. به صورت سنتی کار نمیکنیم. شما مثلا یک قطعه زمین توی یک جای لوکیشنی بخرید، حالا بندازید بمونه، تورم بخوره، اینا بخواد سرمایه‌تون یه ذره رشد بکنه. ما در واقع همون موقعی که شما خرید رو انجام میدید یک ارزش افزوده همون لحظه روی سرمایه‌تون ایجاد می‌کنید. فارغ از تورم، فارغ از قیمت دلار، فارغ از زمان، همون لحظه یک ارزش افزوده‌ای رو کل سرمایه‌تون ایجاد میشه وقتی که خرید انجام میدید. خیلی با. چند سال ایرانوورلند راه افتاد؟ نزدیک به 8 ساله. خود ایرانوورلند استارتاپ، خود ایرانوورلند، اسم ایرانوورلند که استارتش هم با خود شما بود نزدیک به 2 ساله. 2 ساله. یه توضیح در مورد زمین بده و بعد بریم سراغ چالش. این زمینا رو چرا انقدر دوست دارید؟ علت دوست داشتنش اون طرفه. ویو جنگلی که جلوش هم هیچ وقت ساخت و سازی نمیشه. ما قطعه آخر این کوچه ایم. بعد از ما اصلا توانایی ساخت و ساز نیست، چون جلوش زمین کشاورزی، پشتش هم جنگلاییه که اصلا اونجا میرن شکار و یه سری پرنده‌های عجیب غریب و اینا داره. وقتی میگم استارتاپ یعنی مشاور املاک نیست، یکی از دلایلش رو بگم. سر این کوچه یه مسجده. اینا اومدن به هزینه خودشون کل مسجد رو دیوار لاکچری زدن، نور پردازی کردن. یعنی مسجده از یه جایی که آدما معترض میشن که آقا اینجا چرا مسجده یا محل مراسم مذهبی، تبدیل شد به یه ورودی خیلی باحال و جذاب که حالا الان ما تو روزیم ولی نشونتون میدیم. ارزش افزوده اینجوری ایجاد میشه. بعد آدمی که سرمایه داره، ما طبق طراحیایی که کرده بودیم اینجوریه که نوع قطعه بندی‌ها قطعه بندی نیست که تو صرفا زیاد بفروشی، قطعه بندیه که آدمای گرون میخرنش. اینجوری ارزش افزوده چند برابری ایجاد میشه روی اون، که حالا اینا ریزه‌کاریه، خب به هر حال اسرار کارشونه، ما نمیتونیم بگیم جزئیاتشو. حالا حسام چالش اصلی رو به ما میگی؟ ما یه چالشی که کسب و کارام یه چیزی بگم، این بلوکا رو بگیر. ببین حتی طراحی بلوکاشون هم فرق میکنه با بقیه. تو شمال همه از این بلوکای سیمانی‌های عادی استفاده میکنن، اینجا بلوکای بچه‌ها حتی بلوکا هم فرق میکنه که ساختمون میخوان بسازن و دیوار بسازن، در واقع چیزی میسازن که بقیه یا کمتر کسایی میسازن. الان اینجا رو بگیر چجوری چیدمان شده رو هم، بدون نه سیمانی نه هیچی. الان 1 سال اینا اینجاست. خاصیت این بلوکا اینه، اینجوری این اتفاق میفته. علی ای حال بریم ببینیم چالش حسام چیه. خب چالش رو به ما میگی حسام؟ ما این چالشی که باش مواجه بودیم اعتماد مردم به ما بود، چون ما املاک نیستیم که فقط از ما یک بار خرید کنن برن. ما یک تعهدیم در واقع. تعهد میدیم که اگر شما یک خریدی انجام میدین داره سرمایه‌تون چند برابر میشه. کاری به
اتفاقات جامعه و قیمت هایی نداریم، در همون خرید داره سرمایه‌تون. واسه همین ما یک چالش داشتیم که مردم به ما اعتماد کنن و وقتی حالا تک و توک این اعتماد رو به دست می آوردیم، همون دوباره خودش منجر به خریدهای مجدد از طرف همون آدم میشد. ولی تو جذب آدم‌های جدید و اینکه اعتماد کنن به کاری که ما داریم انجام میدیم، به ارزش افزوده‌ای که به سبک خودمون داریم ایجاد می‌کنیم، مشکل داشتیم. یعنی ریکوست داری، ریکوست تبدیل نمیشه. بله دقیقاً. ریکوستمون بالاه، تماسمون زیاده، درخواستمون بالاه، ولی با سبک کاری که داریم انجام میدیم نمیشه به هر کسی فروخت. نمیشه. موافقم. چون کاری که شما میکنید خیلی اینستاگرام بیس نیست. این کار اعتباریه. بله. و نمیشه خیلی تو اینستاگرام. پس چالشمون یه بار با هم مرور کنیم. شد ریکوست داریم، بله. شماره تلفن داریم، به ما زنگ میزنن، تبدیلمون ضعیفه. درست میگم؟ دقیقاً. یعنی در واقع مشکل اینا اعتماد کردنه. نیازه رو دارن، اعتماد بله. نمیتونن بکنن. به من یه راهکار بهت میگم، یه تستی میکنیم. اول با تجربیات خودت میتونی بگی آره خوبه یا نه، ولی در نهایت تستش هم بکنیم، نتیجهشو به ما بگین، من برای بچه‌ام بذارم نتیجهشو ببینم. یه راه خیلی جذاب وجود داره. یه کامیونیتی اومدن به تو ریکوست دادن، مثلا برای 6 ماه گذشته. اینا مثلا میشن 1500 نفر. البته فکر کنم عددش خیلی بیشتره. مثلا میشن 5000 نفر. این 5000 نفر از تو یه سوالی میپرسن، توی بازی تو زمان نداری جواب بدی، بله. فیل میشه. توی بازی جواب میدی، اون تبدیل نمیشه. همه اینا شامله. ولی به هر حال تو دیتا اینا رو داری. مثلا میگه آقا این زمینه 1000 متر، 50 نفر ریکوست میدن. بیا اونا رو جدا کن، اون 50 نفر رو ببر تو رسته زمینای 1000 متری. یه زمین میذاری 200 متر، خیلی ارزونه، 2000 نفر بهت ریکوست میدن. اون 2000 نفر رو بیار ببر بذار رو دسته 200 متری. اینا رو دسته بندی کن. یعنی با توجه به ارائه‌ات اون چیزی که برات ریکوست اومده رو تفکیک کن و ارائه رو بنویس. یعنی خود این یه هفته در روز وقت میبره. یه بار میگه 200 متر ارزون، یه بار میگه 200 متر گرون، یه بار میگه 1000 متر سرمایه‌گذاری، یه بار میگه 1000 متر ویلایی. آدما رو تفکیک کن. اونی که دنبال 1000 متر ویلایی رو تفکیک کن از اونی که دنبال مثلا 200 متر سرمایه‌گذاریه. حالا به اینا دائما تارگت‌های شبکه بزن. تارگت‌های شبکه یعنی اینکه به 1000 متری ویلا 5 تا 200 متری رو یه بار پیشنهاد بده، به 200 متری 1000 متر اقساطی رو پیشنهاد بده، یک بارم دوباره 1000 متر کش رو پیشنهاد بده، یه بارم 200 متر کش رو. یعنی آدمه رو با زوایای مختلف تارگتش کن، ولی با شروع اول مال خودش. یعنی اونی که 1000 متر بهش 5 تا 1000 متری معرفی کن و بگو این برای ویلا خوبه، این برای، یعنی دیتا مدیریت دیتا کن، دیتا منیجینگ کن. درست. اینجوری به نظر من ریکوستات به شدت نزدیک میشن، چون یه باوری وجود داره. همه ما میدونیم که موبایل آیفون بالای 40 قیمت جهانیش بالای 40 میلیونه. دقت کن، من این مثالو دیروز به یه دوست دیگه هم زدم. همه بالای 40 میلیونه، ولی بازم مردم فریب پانزی رو میخورن. بازم 5000 نفر هستن که 27 میلیون بدن به اون آیفونه. بعد کوروش کمپانی کلاهبرداری میکنه، 3 ماه بعد موبایل استقلال باز داره میفروشه. یعنی این خبرش پیچیده، 3 ماه هنوز اون داره آیفون میفروشه. این آمار وحشتناکه ها و جالبه. میخوام بگم آدما وقتی زیاد با تو انگیج کنن، زیاد با تو صحبت کنن، زیاد ارتباط بگیرن، کار در میاد. آدم بالاخره یه جا تو قلاب تو تور تو گیر میکنه. اگر اینجوری نبود این همه کلاهبرداری اتفاق نمیفته. بابا هنوز اون افغانیه که میگه من یه سکه دارم به سرخالم نمیدونم مجیب فلانه، مثلا هنوز داره سکه به پیرزن پیرمردا میفروشه مجازی. به خدا هنوز آدما به اون کسی که یه دزدی جدید ایجاد شده با ماشین و زن و بچه میاد میگه کارتمو گم کردم بنزین ندارم، تو به خاطر به احترام زن و بچه پول میدی، هنوز میدن و اون ماشینه رو با همون پولا خریده. حالا دزدیشو از کوله پشتی که من پول اتوبوس ندارم تبدیل کرده به زن و بچه با بنزین. مردم هنوز میدن. خود ایشون هم میگه پشت دوربین دادم. این چرخه باید دائمی باشه. حالا اونایی که فکر میکنی تاپن 912 111 مثلا 1200 به اون آدمه بارها تو واتساپ پیام بده. اینا رو بر اساس یک سورس SQL نویس یا حالا ما خودمون کمکت میکنیم دیتا ها رو سورت کنید. اون کسی که قرار 1000 متری ویلا ریکوست داده، شماره موبایلش هم مثلا 4 تا 1 داره، شماره موبایلش رونده بالای 1 میلیارد قیمتشه، واتساپ بهش پیام بده. سلام مشتی، اینو دارم، خواستم حالتو بپرسم، اینم دارم، عیدت مبارک، اینم دارم، نمیدونم اومدی شمال یه نهار با من بزن. حساب کردم شما به عنوان یک انسان روزی یه نهار بدی، یه شام بدی، میشه 765 تا نهار و شام. 765 تا 2 میلیون تومان میشه 1.5 میلیارد. این حالا دارکشا، یعنی تو تعطیلی هم نداری، عاشورا تاسو هم بخوای بری رستوران، این که نیست، ولی کلا میشه 1.5 میلیارد. بگو آقا نهار با ما میای، شام با ما میای،
به خدا یکی از یه قطعه از این زمین 4-5 میلیارد دیگه. خب پول ناهار 3 سالت در میاد، 4 سالت در میاد. فقط کافیه قلابه گیر کنه توی اون داستانه. تا اینجا چطوره؟ نظرت چیه؟ خیلی خوبه. ما اصلا هیچ کدوم از این اقدامات انجام نمیدادیم. الان دیگه از این بعد باید انجام بدی و من مطمئنم با این دیتا منیجینگ میتره کنه. مثلا من خودم هم میتونستم تلفنی بهت بگم ولی خواستم حضوری بیام، مثلا واقعا سورپرایزت کنم، بگم بابا این میشه. سخت نیست اصلا. فقط کافیه آدم‌ها درگیر چرخه تکرار بشن. چرخه تکرار تو بیزینس معجزه میکنه. چرخه تکرار که اگه نمیکرد هایپر استار، کوروش، افق کوروش، نمیدونم چند تا پلتفرم که زیاد بهتون اس ام اس میدن، فرشویی چیه اون، شربت اغلی، پشمک حاج عبدالله. الان به من برندینگ بگن آقا تو میخوام پشمک تولید کنم، آخرین اسمی که در کره خاکی میاد به ذهن من حاج عبدالله. ولی این تکراره انقدر تارگت زده آدما طرفدار پشمک حاج عبدالله شدن. بازی تکرار با آدم‌ها، بازی تکرار در واقع آفر دادن به آدم‌ها معجزه میکنه. فقط کافیه اینا رو دسته‌بندی کنی، جدا کنی و حوصله کنی. بعدم تو به عنوان یه استارتاپ اصلا نیازی به 15000 تا 20000 تا مشتری نداری. 1000 تا مشتری رو نمیتونی تا ابد ساپورت کنی. پس فقط کافیه این دیتا ها رو کنار هم چیدمان کنی، با زوایای مختلفشون تارگت بزنی. بعد دیگه سیم کارت میفروشی، ویلا میفروشی، نمیدونم یارو میاد اینجا ساختمونش هم میسازی. آدما دوست دارن با یکی کار کنن. دیدی تو فامیل یکی از هی میتونه سر ما رو کلا بذاره، چون ما دوست داریم فقط با یکی کار کنیم. به خدا همینه ها. هی میدونیم یارو سر ما رو کلا میذاره، هی میریم باش. آرایشگرت میدونیم ماهاتو خراب میکنه، میری میگی جون مادرت ماهامو خراب نکن. جا تو عوض نمیکنی. آدما سخت جاشون رو عوض کنن، به یکی اعتماد میکنن. من که فکر می‌کنم این کارو بکنیم میتره کنیم. نتیجه‌اش هم به من بگید. دمت گرم. ببخشید من باید برم تهران، گفتم زود جمعش کنم. ویو رو ببین خدای من، این همه زیبایی. بی‌نظیره، بی‌نظیر. بریم مثلا